بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه معرفی چهره‌های سابق ورزش کشور، این هفته یکی از معززین و پیشکسوتان معاصر فوتبال کشور را که از اعتبار و نام نیکویی در حلقه‌های سپورتی کشور برخوردار هستند به معرفی می‌گیریم. این ورزشکار محترم محمد یونسی وفادار میباشد. محترم محمد یونسی وفادار فرزند مرحوم محمد آصف خان در سال 1327 هجری مطابق به 1947 میلادی در گذر شوربازار کابل در یک فامیل متدین دیده به دنیا گشودند. عشق و علاقه سرشاری که به ورزش و به خصوص به ورزش فوتبال داشتند، همچون بزرگان فوتبال این ورزش را در محله سکونت خیش با همسالان و دوستان ایام خردسالی خیش آغاز کردند. محترم محمد یونسی وفادار در سال 1333 هجری شامل لیسه نجات گردیدند. ابتداً عضویت تیم نوجوانان این لیسه را کسب کردند و بعد از این که شامل دوره متوسط لیسه نجات شدند، مجدداً به عضویت تیم اول لیسه نجات برگزیده شدند. در ایام مسابقات لیسه های کابل که از طرف وزارت معارف همه ساله برگزار می شد، یکی از چهره‌های مطرح و اصلی تیم فوتبال لیسه نجات بودند که مهارت‌های تکنیکی، قدرت‌هایی و استعداد تواناییشان در این رشته توجه مسئولین ورزشی وزارت معارف را جلب کردند و متعاقباً به عضویت تیم منتخب معارف کشور برگزیده شدند. محمد یونس وفادار ورزشکار پرکار و دارای شوت سنگین بودند که اکثر گلکیپرهای آن عصر طمع شوت قدرتمند این ورزشکار را چشیدند. آقای محمد یونس همچون اکثر فوتبالران چون لاله‌ای در بوستان فوتبال کشور فارغ از هر مددگار جز ضد لایزال در ساقه خود ثابت با رنج، زحمات و پشت کار خسته‌ناپذیر به اوج شهرت و قدرت فوتبال رسیدند. در سال 1346 هجری در جریان مسابقات انتخاباتی کلب‌های فوتبال شهر کابل به عضویت تیم ملی کشور انتخاب شدند و تا سالهای متمادی در ترکیب تیم ملی جز آغازگران تیم ملی کشور باقی ماندند و در 11 سال متواتر من حیث یک نیمه مهاجم پرکار اضافه از 18 بار به تیم ملی فوتبال کشور در سفرهای ورزشی در جمهوریت‌های مختلف اتحاد شوروی سابق همراهی کردند. آقای محمد یونس وفادار در مسابقات جام ملت آسیا که در عراق برگزار شده بود، یک از چهره‌های موفق تیم ملی وطن بودند. ایشان با تیم ملی فوتبال کشور به جمهوریت مردم چین، هندوستان، کویت، پاکستان سفرهای ورزشی نیز داشتند. آقای وفادار در مسابقات جشن استقلال کشور و بعداً در مسابقات جام جمهوریت افغانستان با تیم‌های کشورهای خارجی که جهت مسابقات دوستانه و رسمی به افغانستان می آمدند عضویت تیم ملی کشور را داشتند. در مسابقات متعدد اشتراک کردند. آقای محمد یونس وفادار در سال 1351 هجری از لیسه عالی نجات فارغ و شامل انستیتوت تربیت بدنی گردیدند. آقای وفادار بعد از ختم دوره پربار و نیکنام فوتبال خیش، ابتداً برای یک من حیث معلم سپورت مکتب سردار جان خان و بعداً در ریاست تربیت بدنی وزارت معارف برای 15 سال من حیث عضو مسلکی و نهایتاً به حیث استاد تربیت بدنی لیسه عالی رابی بلخی در تربیت اولاد وطن خدمات و زحمات فراوان کشیدند. بعد از اینکه افغانستان آماج درد و غم، توپ و تفنگ، تهاجم خارجی گردید، همچون کتله بزرگ افغانها راه مهاجرت را در پیش گرفتند و با آنکه کوهی از مشکلات تا ناشی از دوری وطن و مهاجرت داشتند، باز هم کمر همت برای تربیت جوانان و نوجوانان افغان بستند و مسئولیت تمرین و مدیریت تیم مهاجرین افغان در پاکستان برای چندین سال به دوش گرفتند که زحماتشان طی یک برنامه تلویزیونی از طرف سازمان ملل متحد از طریق تلویزیون‌های خارجی به نمایش گذاشته شد که اکثر افغان‌ها آن را مشاهده کردند. آقای محمد یونس یکی از شخصیت‌های نهایت فقیر مشرب، پاک‌طینت و غریب نواز هستند. با آنکه کارنامه‌های پر از خویش در معارف و تاریخ معاصر فوتبال کشور به جا گذاشتند،
همچون درخت پربار نهایت متواضع، شکست نفس و خداپرست هستند. خاک بودن و شکست نفسی ایشان را به سوی طریقت تصوف، موسیقی عرفانی و خانقاهی کشیدند که مکنون جمع کثیر از هموطنان و محبانشان از این برکت فیض میبرند. محمد یونس وفادار ازدواج نمودند و دارای 2 پسر و 2 دختر می باشند و فعلا در کانادا سکونت دارند. منصوبین انجمن حمایت از فوتبال افغانستان برای آقای وفادار و فامیل محترمشان طول عمر، صحت و سعادت آرزو دارند.